سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که امروز روز خوبی گذرونده باشین و بوده داشته باشین به قول معروف. آقا امشب یا در واقع امروز، نمیدونم ویدیو رو کی دارین میبینین، ولی تو این ویدیو قراره به تک تک سوالاتی که توی کوئسچن باکس، بله درست شنیدین، کوئسچن باکسی که توی اینستاگرام استوری گذاشته بودم پاسخ بدم به تک تکشون. البته تو بی آنست بریم که با هم دیگه داشته باشیم این چالشو. Let's go. آقا خیلی زیاد بود و خیلی هم خوشحال بودم اتفاقا که این هم براتون سوال پیش اومده و در عین حال من از اونجایی که خیلی زمان برد تا بتونم ویدیو رو براتون بگیرم، اینا رو همه رو اسکرین شات گرفتم رو گوشیم که بتونم داشته باشم، بتونم بعدم بهتون پاسخ بدم. دوبیانس قرار شد باشیم. آقا یه چالشه دیگه، اوکی، ولی یه چیزی میخوام بگم، اونقدر اونجوری نبود که همش دیگه عاشقانه باشه. حالا وارد حاشیه نمیشیم، ولی خب بریم داشته باشیم. اولین نفر پرسیده عاشق شدی؟ این هم بگم قرار نیست اسمتون رو بگم، اسمتون اینجا پیش من محفوظ میمونه. وقتی دارم بهش فکر میکنم، یعنی عمیقاً دارم بهش فکر میکنم، اینکه شاید از نظر من اون عاشقی بوده، ولی به نظر خودم آره. ولی الان شما به من بگین تعریف شما از عاشقی چیه؟ شما تا حالا عاشق شدین؟ نفر بعدی سوال تکراریه و توی این سوال جواب دادم. بریم برای سوال بعدی. نفر سوم پرسیده از چیه من بدت میاد؟ سوال چالش برانگیزیه. اصولا آدم این سوالو از کسی میپرسه که خیلی بهش باید نزدیک باشه، یعنی از نظر رفاقتی، دوستی، اینجوری منظورم صمیمی‌تر باشه. من نظر خاصی ندارم ولی میتونم به صورت کلی اینو جواب بدم. من از آدمایی که خیلی منم کنن به شدت بدم میاد و آدمای خاله زنکی. الان اینی که میگم بعدش با خود فکر میکنی میگی که خب همه آدم‌ها اینجور آدم بدشون میاد. برای من اینا خط قرمز حساب میشن، یعنی انقدر بدم میاد اولین باری که همچین چیزی رو ببینم از اون شخص ناامید میشم و اون ارتباطم باش سردتر میشه ناخودآگاهن. و کسی که دروغ بگه، واقعا من خودم نمیخوام منم کنم، واقعا میگم، ولی تا جایی که میتونم سعیم اینه که دروغ نگم و حتی اگه واقعا به ضررم تمام میشه. حالا شاید کلیشه باشه، بگذاریم بریم سوال بعدی. بزرگترین آرزوت؟ چه سوال قشنگی شما پرسیدید، یعنی چه شانس جالبی به شما افتاده. بزرگترین آرزوم، من هیچ وقت دوست نداشتم هدف و آرزومو بگم، ولی یکی از آرزوامو میتونم بگم، اینکه برسم به VCT، یعنی VCT گیم چنجر بابت والورانت، و بتونم مسابقات رو به صورت لن بازی کنم، یعنی به صورت حضوری بتونم از ایران برم و اونجا کوالیفای بشم، بتونم به صورت لن بازی بکنم. اگه کسی بهش سوالی که الان اینه که من گفتم اصلا چی هست متوجه نشده، بابت بازی والورانت سرچ بکنین، یه بازی هستش که بازی شوتینگه و در این حال کامپتیتیو یعنی مسابقاتی هستش. اخیراً این روزا یه سری تورنمنت‌ها رو با بچه‌ها دوستامون همینجور فان شرکت می‌کردیم، ولی خیلی 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 دوست دارم که بتونم با دوست‌های دخترم، یعنی در واقع رفیقایی که دختر باشن، 5 تایشون بازیش هستش، 5 نفر است در واقع، و بتونیم با هم تیم بشیم و برسیم به اونجا. نمیدونم شدنیه یا نه، شاید در حد یک رویا باشه، ولی من در جهتش حرکت کردم. حالا ببینیم که چی میشه. سوالا هرچی میریم جلوتر داره چالش برانگیز میشه، یعنی به قدری که الان میتونم بگم نفر پنجم پرسیده عاشق کسی هستی؟ قرار بود تو بیانست باشم و خب ولی تو دل خودمه، اینجاست. و نفر بعدی سوالی که خیلی جالبه و عکسش اسکرین شات گرفته.
جز 5 نفر مهم زندگیت هستم؟ یه تایمینگی بودی، یکم دل سرد شدم، ولی نسبتاً بازم جز 6مین نفر قرارت دادم. از چه آدمایی بیشتر بدت میاد؟ یه مثال جالبش هست. پایتخت میگفت من با همه چی بودم اینجوری بودم، همه با من اینجوری بودن، نمیگفت اینجوری بودن، اینجوری بودن. البته خب لهجه مازندرانی صحبت میکرد. چی میگفت؟ دودوش من با همه اینجوری بودم، همه با من اینجوری بودن. یه خورده سخته ولی خب همونجوری که خیلی بامزه است گفتم شاید بتونم تقلید کنم. پرسیده اسم کراشت. It was at this moment that he knew he fucked up. از اون مرحله کراش گذشته تو دلم و بیشتر از یک کراش دوستش دارم، پس میشه گفت کراشی ندارم. دیگه قرار شد تو بیانست باشم دیگه. بیت نشدی ولی خب یکم دیر پرسیدی. You know that؟ میدونی. خب بریم بابت بچه من تو گوشیم گم شدم. What? What the fuck? خب یکی دیگه بچه ها پرسیده، فکرم 9مین نفره پرسیده من برات مهم هستم از اونجایی که من توی ارتباط گیری با آدما بیشتر با کودک درونشون، حالا اینجا که نشون میدم دارم قلبو نشون میدم، با کودک درونشون در ارتباطم، یعنی با اون بیشتر کانکشن میگیرم. رو اون حساب آدما برام مهمن کلا، نه اینکه بگم همه آدما برام مهمن، عاشق همه آدما، اونجوری نه، ولی در عین حال دوست ندارم دل کسی رو برنجونم. تمام تلاشم هست که یه موقع حرفام ناخواسته واسه رنجش نشده باشه یا حرف نسنجیده نزده باشم و اگر هم یک روزی این کار کرده باشم قطعا برمیگردم وقتی عشق خودم پی برده باشم توی اون لحظه یا حتی مدتی بعد و ازشون عذرخواهی میکنم که حداقل از من دلخوری نداشته باشن، حداقل اگر که نمیتونم باشون کانکشنی داشته باشم اون دلخوری براشون نمونه از من. سوال بعدی که خیلی جالبه، هرچی میریم جلوتر خیلی چالش برانگیز میشه. من دیگه چندمین نفر بود یادم رفت. بدترین اتفاق زندگیت؟ بدترینش موقعی بود که به هم بی احترامی شد، ارزشم ندیده گرفته شد. اینم جزء یکی از خط قرمزام حساب میشه. نه فقط خودم، حتی اگه خودم این کارو بکنم خودمو بلیم میکنم و بدم میاد که بخوام ارزش یکی رو نادیده بگیرم. یکم اذیت کننده است برام، یعنی دو طرفه خط قرمز حساب میشه. و میشه گفت اون روزی که یکی با من این کار کرد، نمیگم خیلی آدم با ارزشیم، ولی حرفم اینجوری نیست. حرفم اینه که همه آدما به اندازه خودشون یه ارزشی دارن. آدم نباید ارزشی که زیر پا بذاره بهش بی احترامی کرده باشه. از چیه من بدت میاد؟ این موردم پرسیدم، دوبارم فرستادی عکسشو. اون کسی که فرستادی خودت میدونی دوبارم عکسشو فرستادی. نمیدونم، حالا شاید فکر کردی ارسال نشده، نت لگ بوده یا هر چیزی، یعنی اذیت میکرده، ضعیف بوده نت. ولی در کل اینو جواب بهش دادم. در ادامه اگر که دوباره به ذهنم برسه، بازم این که از چی باعث میشه بدم بیاد میگم. یکی دیگه پرسیده تاریخ تولدت. من متولد سال 1377 5/28 هستم. کودتای 28 مرداد. 28 مرداد. یه فکت باحال یا فان نمیم، شاید هم فکت حساب نشه، ولی یه موردی رو بگم. اون موقع که من به دنیا آمدم، خب من بچه اول خانوادم، 28 مرداد به دنیا آمدم. داداشم 2 سال و 8 ماه از من کوچیک‌تره و موقعی که داداشم می‌خواست به دنیا بیاد، خب بابام به دکتر اینجوری بود که آقای دکتر خواهش میکنم پسرم خرداد نیفته.
از اون ور خانومم 30 تیره، دخترم 28 مرداد. دیگه پسرم حداقل اردیبهشت بیفته. به صورت فان اینجوری که الان جنگ میشه، قیام 30 تیر و از اون ور 28 و کودتای 28 مرداد. این سوالم که جواب دادم، اسم کرا شد. سوال بعدی، دلت واسه کی تنگ شده؟ همیشه تو زندگیم فکر میکردم که یا اینجوری بهتره بگم، دوست داشتم که هیچ کدوم از این که میگم قشنگ تصور کنین، یعنی با من برگردین به دورانی که درس میخوندین یا نمیدونم هر جایی که یه جمعی از دوستاتون دورتون بودن، هر محیطی. حالا حداقل ما از مدرسه شروع میکنیم. دوست داشتم تمام دوستامو در تمام مدت زندگی که قرار عمر بکنم داشته باشم. یکم پیچیده شد درسته و یکم عجیب شد، ولی خب کاش میتونستم همشونو کنار هم دیگه داشته باشم. ولی از بین اینا دلم واسه کی تنگ شده؟ واسه همشون. اگر بگن چند دقیقه دیگه میمیری چی کار میکنی؟ خیلی سوال قشنگی بود به نظرم. از نظر روانشناسی میتونه یه سوال دوباره فارسیم تموم شد. به نظرم از این سوالت این برداشت میکنم که این سوال واقعا از نظر روانشناسی میتونه یه سوال واقعا چالش برانگیزی باشه. اگه واقعا بهم میگفتن چند دقیقه دیگه قرار بمیرم، تا دقیقه آخر فقط میشستم کنار خانوادم. سلام، این چند روز نبودم، چه کارا کردی؟ خودت خوبی؟ قربونت مرسی، منم خوبم. ای کسی که ای جوان ایرانی حالت چطوره؟ ای کسی که احوال پرسی میکنی، امیدوارم حال دل خودت هم خوب باشه. بهترین اتفاق زندگی، بدترین اتفاق زندگی ما پرسیدی؟ بهترین اتفاق زندگی هم نه، اون یکی دیگه بود. میشه گفت که این روزاست. واقعیتا این روزا از محیطی که هستم وارد یه محیط جدیدی شدم. در عین حال خیلی از اخلاقایی که یا رفتارهایی که به نظر خودم یا دوستای نزدیکم به میگفتم پسندیده نیست، به نظرم آروم آروم دارن خدافزی میکنن. تصور بکیز خدافزی میکنن و در نهایتا جاشو رفتارهایی پخته تر میگیرن، آروم آروم، پله پله، و اینو قشنگ دارم حس میکنم تو خودم و خیلی از این بابت خوشحالم. نظرم بهترین اتفاق زندگیم این تیکه بود. میشه گفت رشد میکنم. یه بار تو استریم گفتم رشد میکنم، نه؟ از من چقدر بدت میاد، شانس ما رو نگاه. ای خدا. آخه من چرا باید شما بدم میاد بچه؟ آدم این سوال مثلا معمولا به رفیقاش میفته، یا میتونه مثلا بگه از من چقدر بدت میاد. من از هیچ کدومتون بدم نمیاد، عاشق همتونم. همیشه تو استریم گفتم دوستتون دارم. مرسی که هستین، مرسی که با وجودتون و با دلگرمیایی که میدین انرژی میدین و من دوباره هر لحظه که چی بود اون جمله معروفم که تو استریم میگفتم زمین میخورم بلندتر میشم. آره. یه بار اومدم بگم هر چقدر زمین میخورم دوباره بلند میشم، ادامه میدم، گفتم بلندتر میشم. اسم کراشت. اینو جواب دادم. دوست عزیز لطفاً یک سوال دیگر بپرسیم. با تشکر. اسم 5 نفری که توی مجازی باشون در ارتباطی. اینم میشه گفت جز بهترین اتفاقای زندگیم بود، ولی در حال حاضر من اون موقع گفتم. اینو در قالب 2 جواب میدم. در قالب 2 سوال بهت جواب میدم. بابا بین جواب و سوال و پاسخ همه چی قاطی پاتی کردم. رفیق من فکر نمی‌کنم بعدشون بیاد که اسمشون شنیده بشه. یکیش مهرداده، یکیش یوریه، یکیش شقایقه. یکی از بچه ها هست اسمش ارشیاه. زیادن، واقعا زیادن. من بخوام نام ببرم واقعا زیادن، ولی خب من 5 تاشونو گفتم. بیشتر از این حرفان که میشه گفت رفیقن، دوستن. از من چقدر بدت میاد؟ ای خدا، این سوال رو بارها پرسیدم ولی خب حقم دادی. چه سوالی برات افتاده؟
پلنت برای فیلم و سریال های آینده چیه؟ این سوال چالش برانگیزی بود و خیلی خوشم آمد. خیلی سریال هست دلم میخواد ببینم. این مثلا یکیش دسده که خیلی بهم گفتن ببین و هنوز ندیدم. دیگه یکی دیگهش خیلی یکیش دسد بود، چند تای دیگه هم توصیه شده بود، پیشنهاد شده بود، ولی بیشتر از همه دوست دارم فعلا لوسیفر رو تموم کنم و بعدش شاید برم سراغ یه فیلمی که بیشتر حالت روانشناختی یا سریال باشه، سینمایی باشه، تا فعلا یکم از سریال فاصله بگیرم، دوباره بخوام برگردم شاید اول دسد رو شروع کنم یا فیلم‌های دیگه شاید شروع کردم، ولی تو فکرم حتما دسد رو ببینم. ولی داداشم میگفت بریکینگ بدم خوبه. آره بریکینگ بدم ندیدم، من خیلی رو ندیدم. باورتون میشه من هری پاتر رو فقط 2-3 قسمتش رو دیدم، کامل ندیدم. اونم همون دورانی بود که همجور شبکه‌های تلویزیون میداد. لباس توبی رو هنوز داری؟ ولی اخیراً که خوب بود تو تنم، آخرین بار پوشیدم اخیراً لاغر شدم، اون موقع یه ذره برام تنگ شده بود، ولی خب به نظرم اینجاها بیشتر یه ذره اینجا گشاد بود، آستیناش یه ذره این سر این کشا اذیتم میکرد، ولی بازم اوکی بود. وای اگه یکی بیاد بگه عاشقت شدم ریاکشنت چیه؟ این قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. بین اون همه سوالی که کراشت کیه، عاشق شدی اینا، البته اونم جای خود داشتن ها، ولی این خیلی قشنگ‌تر بود به نظرم نسبت به اونا. واقعیتا من مدتیه که دارم روی خودم خیلی کار میکنم به این صورت، رو اون حساب چون توی این شرایط هستم، حتی اگه کسی با من اوکی هم بود، یعنی از نظر اینکه عاشقم بود، فعلا بخوام باش وارد رابطه بشم تا موقعی که این پروسه برام تکمیل نشده. پول یا عشق؟ منطق رو انتخاب میکنم. ولی پول خوشبختی نمیاره. عشق تنها هم کافی نیست، ولی بین پول و ثروت عشق رو انتخاب میکنم. سکسی و جذابی، دهنت سرویس، لطف داری تو، مرسی. چشات جذاب میبینه، شما همتون جذابی. یه چنل من دارم اسمشو گوشم جذابا، همتون جذابین، اینو بدونین. یکم حس میکنم مخاطب خاص داره این استوری، نه اصلا صرفا چون من همیشه سوالاتو گذاشتم و قدیمم یه بار سوالات گذاشته بودم واسه چنل که از من سوال بپرسین، یه لحظه احساس کردم خیلی بده بودم، یه سوال گذاشته بودم واسه چنلم که واسه چنل ریاکشن بود اون موقع، قبل از اینکه بخواد تبدیل بشه به ریاکشن موزیک. اونجا سوال از من پرسیده بودم بچه‌ها و به تمام سوالا جواب داده بودم، ولی از اونجایی که مجبور و به شرایطی مجبور شدم که فعلا دیگه نه فعالیتی رو چنل ریاکشن هم داشته باشم و نه حتی مجبور باشم که پاکش کنم. اول میخواستم اون ویدیو رو بردارم اینجا بذارم، ولی خب اون ویدیو مال خیلی وقت پیشه و من اونجا فکر کنم 24 سالمه، حداقل 2 سالی ازش میگذره. خلاصه گفتم سوالات جدید و شاید خیلی دیگه هم سوال داشته باشن. دیدم یه پست خیلی باحال بود، یه چالش خیلی باحال بود، در این حال گفتن اگه کسی هم نخواست از اون سوال بپرسه خودش سوال داره بپرسه، ولی اصلا I told you I'm gonna be honest. واقعا بهت گفتم که قراره راست جواب بدم و راست دارم جواب بدم، اصلا مخاطب خاصی نداشت. مدل گوشی چیه؟ وای مرسی که میپرسی. اون دفعه که برای من کامنت گذاشته بود گوشیت مگه مال نوکیای مثلا سال فلانه که انقدر بی‌کیفیته؟ بچه من گوشیم این سفرم میبندم که چت بنده خدا مشخص نشه، گوشیم نوت 8 شیائومی هستش که آره ردمی نوت 8 شیائومیه که من اینو تقریباً 3 سال و نیم پیش، داره میشه 4 سال، 3 سال و نیم پیش یا 3 سال پیش بود که یادم هدف استریم گذاشته بودم تو استریممون و گذاشته بودم گوشی بگیرم، چون گوشی خودم سونی بود اون موقع و هیچ وقت نه که علاقه نداشته باشم آیفون داشته باشم، ولی ترجیح میدادم چیزای واجب تر رو مثلا اول آپگرید کنم حتی اینکه بخوام حالا گوشی آیفون داشته باشم. و خلاصه اینطوری از موقعی که کلا اون دوران از ابتدا آیفون بود و اینا کلا نرفتم سمتش. معمولا اون تایمی هم که خودم میتونستم بگیرم به جای که هدف مثلا آیفون بذارم ترجیح دادم مثلا همچین چیزی بگیرم
فقط میخواستم یه گوشی باشه بتونم کار کنم، چون واقعا گوشیم خراب شده بود، اصلا قابل استفاده نیست. حتی یادم هدف گذاشته بودم خرید گوشی خراب شده، بعد هر کی میومد میخوند میگم خرید گوشی خراب شده. بعد خیلی جالب و خنده‌دار بود دیگه. خلاصه اینجوریم. فکر کنم من ساعت چنده الان؟ ساعت 1 ساعت گذشته دقیقاً و امیدوارم این ویدیو خیلی طولانی نشه، بتونم اوکیش کنم. 56 دقیقه و 30 ثانیه و در این 30 ثانیه و ثانیه های آخر مرسی که تا اینجای ویدیو دیدین. امیدوارم لذت برده باشین. نظراتتون رو حتما تو کامنت بهم بگین و میبینمتون تا ویدیو بعدی. خوبیاتون باشین و کامنت های برتر برای ویدیو بعدی قرار داشته باشیم و ببینم کامنتاتونو. فعلا خوبیاتون باشین و پیس.